بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگر به تمام خواهران عزیزی که در درس زوم با ما هستید، امروز روز پنجشنبه دوام میدیم تفسیر سوره انسان را که ما اومدیم تا آیت 22. خطا نکنم تا آیت 22 درسی گذشته تفسیر کرده بودیم. دوام میدیم. در آیت 23 پروردگار میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا واذکر اسم ربک بکرة و اصیلا و من اللیل فاسجد له و سبحه لیلا طویلا. خواهران عزیز، یکی از تهمت هایی که مشرکان مکه نسبت پیامبر می زدن این بود که می گفتن این قرآن از طرف الله نیست، جبرائیل این آیت ها رو به تو نمی فروورد بلکه تو خودت اینها رو می بافی، این از طرف خودت هست. و الله به آنها رد می زند و می گوید این ما هستیم که برای تو قرآن را نازل کردیم. قرآن گفته هیچ بشر نیست، قرآن بافته یگان نفر نیست، قرآن از نزد محمد صلی الله علیه و سلم نیست. این من هستم که پروردگار زمین و آسمان، آن را نزلنا فرود آورم، از بالا به تو نازل کردم. و یکی از آیت هایی که دلالت میکند که پروردگار در بالا هست همین است که الله چی میگوید؟ من قرآن را از بالا به تو نازل کردم. در دوامش الله میگوید فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا. ای محمد، تو صبر کن به همه آن مشکلی هایی که در راه دعوت میکشی. ای محمد و این چنین پیروان تو امت محمد باید صبر کنید به تقدیر الله، باید صبر کنید در برابر اطاعت های پروردگار یا گفتیم عبادت های پروردگار، باید صبر کنید در این راهی که به خود انتخاب کردید. ولا تطع منهم آثما او کفورا، و اصلا نه کافر را و نه گناهگار را اطاعت نکن. در تفسیر همین آیت خواهران عزیز می آورند که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه به یکتاپرستی دعوت کردند، مشرکان عتبه ابن ربیعه را به نزد پیامبر فرستادند همراه ولید ابن مغیره که رفته پیامبر را بخرید. یعنی به محمد بگوید اگر تو پول میخواهی ما برای تو پول میدهیم، اگر خواهی چقدر خواهی زنهای زیبا را برای تو مهیا میکنیم، فقط از همین راحت دست کش، فقط به دین الله دعوت نکن، به یگانه پرستی دعوت نکن، به ترک کردن گناه ها و به عمل کردن صالحات یا گفتیم به دست دادن به عمل های صالح دعوت نکن. هرچی خواهی از پول و مال، هرچی خواهی از آبرو، هرچی خواهی از زنهای زیبا ما برای تو میدهیم، فقط این کارت را ادامه نده. و الله میگوید اصلا ای محمد انسانهای گناهگاری که تو را میخواهند بخرند و انسانهای کافری که تو را میخواهند از این راحت برگردانند، آنها را اصلا اطاعت نکن. و این یکی از سنت های همیشگی اهل باطل است. وقتی اهل حق مردم را به سوی حق دعوت کردن، آنها را میخواهند اولا بخرند، با هزار و یک راه میخواهند دهان آنها را با دادن پول، اگر نشد بعدن با آنها را زندان کردن و تهدید کردن، اگر بس نکردی تو را زندانت میکنیم، بس نکردی این و آن میکنیم. گویان چگونه که فرعون هم این را به موسی کرده بود و این را قوم صالح و قوم شعیب هم کرده بودند. تماما همه اینها چی است؟ کارشان همین است. اهل حق را یا میخواهند بخرند که از این راه آنها را توقف کنانند یا اینکه آنها را تهدید میکنند. الله میگوید اصلا ای محمد یک انسان گناهگار را وقتی آن گناهگار تو را به گناه دعوت میکند، وقتی میخواهد تو را از راه حق باز دارد، او را اطاعت نکن. و این چنین یگان کافره که او یعنی با دعوتش یا با امرش تو را میخواهد از راه حق باز استاند، او را اصلا اطاعت نکن. در دوامش الله چی میگه؟ نگاه کنید خواهران عزیز. اول الله گفت صبر کن، سپس الله میگه واذکر اسم ربک بکرة و اصیلا، و پروردگارت را زیاد ذکر کن، هم پگاه روزی هم بگاه روزی، هم در نماز صبح هم در نماز
عصر رو در نماز شام. و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا، شبها هم به پروردگار خود سجده بکن، نماز گذار و این چونین نصفه های شب به پروردگارت تسبیح بگو. یعنی نصفه های شب خسته نماز شب خواندن و سجده کردن و تسبیح گفتن برای پیامبر و برای امتان پیامبر فرض نیست، ولی خواهران عزیز عبادت های نصفه شب معجزه میکند که هیچ چیز آن را انجام داده نمیتواند. در اکثریت آیات ها در قرآن کریم پروردگار وقتی به صبر دعوت میکند در دوامش به نماز دعوت میکند. واستعینوا بالصبر والصلاة، و شما از الله کمک بخواهید با صبر کردن و با نماز خواندن. در آخر سوره رعد هم خطا نکنم میگوید ولقد نعلم انه لیحزنک ببخشید ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. الله میگوید ای پیامبر ما در حقیقت میدانیم که از آن چیزی که مشرکان به تو میگویند، از تهمت هایی که آنها به تو میگویند، یضیق صدرک، قلب تو به تنگ می شود، یعنی خیلی غمگین می شوی، دلت از این طرف و از آن طرف گویا که به کفیدن نزدیک می شود، از اینکه خیلی غم می خوری، خیلی که ما میگیم دلت تنگ می شود. فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین، برای برآمدن از این حالت، برای برآمدن از این غم و از این سخنهای مردم و از این دلتنگی، فسبح بحمد ربک، زیاد پروردگارت را تسبیح کن و کن من الساجدین، و از جمله نمازگزاران باش. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، و تا آمدن یقین، تا آمدن مرگ، یا گفتیم تا کشایش ها، همیشه پروردگارت را عبادت کن. اینجا هم نگاه کنید خواهران، پیامبر الله به پیامبرش میگوید که یضیق صدرک بما یقولون، تو خیلی دلت به تنگی می آید از چیزی که به تو میگویند، از تهمت هایی که بالای تو میکنند. برای از این تهمت ها رها شدن زیاد تسبیح گو و زیاد نماز خوان. یعنی خواهرانی که میگویند همیشه در مشکلی هستم، خواهرانی که میگویند گپ این و گپ آن مرا دیگر خسته کرد، تهمت ها و گپ هایی که از قفای من میزنند، چه خویش و تبار، چه دوستان، چه دیگران، مرا دیگر به حالت آورد که طاقتم طاق شد. به نماز برگردید، به تسبیح زیاد برگردید. نماز روحیه شما را قوی میکند. وقتی روح شما قوی شد، آن جسم شما را کسی شکسته نمیتواند، کسی شما را نمیتواند به عذاب‌های روحی گرفتار کند. اساساً مشکلی ما این که ما تحمل کرده نمیتوانیم تهمت کسی را، سخن بدی کسی را. از چی؟ از چون اعصاب خراب داریم، یا گفتم روحی به حد ضعیف داریم، و غذای روح، خوراک روحی هر یک انسان این عبادت و تسبیح است. هم در سوره انسان، هم در سوره رعد، هم در سوره بقره و در دیگر سوره ها، وقتی پروردگار درباره صبر و درباره مشکلی ها در راه دعوت صحبت میکند، در دوامش چه میگوید؟ با تسبیح و با نماز و با خلوت به پروردگار تو راه کشایش را پیدا میکنی. برای همین خواهران عزیز اکثریت بشارت هایی که در قرآن است میبینید که زکریا وقتی در نماز در محراب بودن، بعد از این همه سین سال برایشان مژده آمد که ای زکریا تو اکنون صاحب فرزند میشوی. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی برای تفکر کردن و تدبر کردن در برابر دنیا و یافتن معبود حقیقی بقا رفتن، به نزدشان حضرت جبرائیل آمد. در نماز برای ما مژده ها می آید، در تسبیح گفتن و خلوت به پروردگار برای شما مشکلی های دنیا آسان می شود. درد دل خود را به کسی گفته خالی کرده شما خالی نمی شوید. دردهای دل را وقتی شما به درد برار حقیقی به پروردگار خلوت کنان می گوید، می بینید که چقدر قوی می شوید. سبحان الله. خواهران عزیز از تجربه شخصی خودم، وقتی بعض مشکلی ها از هر طرف احاطه می کند و گمان می کنی که هیچ راهی خلاص نه، یکی نصفه شب، دوی شب، سه شب، یک شب سر به سجده می مانی و یک باره اونقدر آسانی و سبکی در قلب خود حس می کنی
و میگویی این مشکلی که گویا که مرا الان نابود میکند هیچ چیز است در برابر پروردگارم، در برابر کمک پروردگار یگانه که با یک کن فیکون میتواند مسیر دنیا را تغییر دهد. اینجا هم الله چی میگوید؟ و من اللیل فاسجد له و سبحه لیلا طویلا، و شبها به پروردگارت سجده کن. برای چی؟ برای صابر بودن در راحت. و سبحه لیلة طویلا، و نصفه های شب، شبهای دراز باز تسبیح شبها را سپری کن. وای که امروز تلفن دستی ما تماشا کردن این و آن، صحبت های تا نصفه شب، نمیدانم استوریا ماندن و چیزی دیگر، نمازهای شب را از ما گرفت، تسبیح های شب را از ما گرفت، خواندن قرآن را از ما گرفت. ما بجای این که در این شبها روح خود را قوی کنیم، با پروردگار خلوت کنیم و ایمانمون قوی شود، می رویم به سوی تماشا کردن چیزی، می رویم به نزد صحبت کردن با کسی. از این است که روز از روز مشکلی داریم، ضعیفی داریم در اعصابمون، مشکلی داریم در صبر کردن. کمترین مشکلی ها ما رو بیمار میکند، کمترین مشکلی ها ما رو اینقدر شکسته میکند از اون بیماری های نمیدونم افسردگی و هزار یک نمود دیگرش که پیشتر این بیماری ها رو نداشتن. بیبی هایی که نصفه های شب در نماز و دعا بودن، کی بیدار نشدن خدایا گویان دعا میکردن. امروز که ما کی بیدار شدیم یک بار نظر به تلفن میکنیم، میبینید که چقدر زیاد هستند اونهایی که کمترین مشکلی چه خیلی گفتم اونها رو شکسته کرده است و نمیتوانند برابر کمترین مشکلی بجنگن. و اینجا الله چی میگوید؟ صبر کن، اطاعت کافر و گناهگار را نکن. و راه این در دوامش ذکر زیاد پروردگار، نمازهای نصفه شب، تسبیح‌های نصفه شب می باشد. در دوامش الله میگوید ان هؤلاء یحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا. این کافران، این مشرکانی که در اطراف هستند، اینها دنیا رو خیلی دوست می‌دارند و پشت سر خود کردن آن روزی که خیلی ثقیل است، یعنی خیلی وزمین است، برای آخرت هیچ عملی انجام نمیدهند. کارشان فقط برای دنیا هست، هدفشان فقط دنیا هست، زندگیشان برای دنیا هست و آنها برای آخرت خود هیچ عملی انجام نمیدهند. و متاسفانه این فقط حال کافران نیست، امروز حال اکثریت مسلمان هم این گونه است. هر روز هدف ما، نقشه روزانه ما برای دنیایمون هست. علل خصوص بعد از پیدا شدن این تلفن ها، برای عکس گرفتن، چی میپزم، چی میخورم، چی میپوشم، کجا میروم، گویان از خواب بیدار میشویم. امروز برای آخرت چی کار کنم؟ آن عملی که ماندگار است، آن عملی که تمام نمیشود، آن عملی هست که برای آخرت انجام دادیم. اما خوردن و پختن و شستن و نمیدونم رفتن و آمدن با دیگران، اینها هست که تمام می شود و می رود، برابر این عمر من و شما رو هم می برد. و الله چی می گوید؟ برای آخرت کار انجام نمی دهند. محبتی که به دنیا دارن، تمام کار آنها برای دنیا هست. نحن خلقناهم و شددنا اسرهم و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا. این یک تهدید الله هست که می گوید این من هستم که شما رو خلق کردم، این من هستم که اینها رو خلق کردم، بعد از آفریدن قویشان کردم، از یک آب بی قوت ناچیز پیداشان کردم. اگر خواستم به یک بارگی اینها را نابود میکنم، به جای اینها انسانهای دیگر را می آورم. اگر خواستم اینها رو به بدترین مخلوق تبدیلشان میدهم. یعنی قدرت در دست من است، ولی الله چی است؟ و محلهم قلیلا، برای آنها مهلت میدهد تا برپا شدن قیامت. در دوامش الله میگوید این هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا و ما تشاءون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمته و الظالمین اعد لهم عذابا الیما. الله میگوید این قرآن یک تذکیره هست، یک پند است، یک کتابی هست تا که شما راه خود را پیدا کنید، آن هم راه راست را. و هر کسی که میخواهد به سوی پروردگار راه را پیدا کند، پس دست بزند به این قرآن. این قرآن دستور زندگی هست برای آنهایی که جنت را میخواهند و حیات
حیات آرام را میخواهند، فقط برای آنهایی که میخواهند به سوی پروردگارشان برگردند. اما قرآن کسی را راهنمایی نمیکند وقتی آن کس کارش فقط مقصدش دنیا باشد یا فقط فسادکاری باشد. قرآن پند و اندرز است، یا گفتیم کتابی راهنما است برای مؤمنان حقیقی. و ما تشاءون الا ان یشاء الله. الله میگه شما چیزی رو نمیخواهید، چیزی رو انجام نمیدهید مگر اینکه الله آن را بخواهد. همین آیت خواهران عزیز تمامی خواسته های ما، عمل های ما، تمام زندگی ما زیر مشیت الله بودنش، یا گفتیم زیر خواسته الله بودن و الله نخواهد ما هیچ کار نکردنمان را به ما اعلان میکند. پس شب و روز باید ما به درگاه پروردگار دست بالا کنیم که پروردگار هدایت ما در دست تو هست، سلامتی ما در دست تو هست، ثابت بودن ما در دنیا در دست تو هست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم با اینکه پیامبر بودن ثبت قدمی فی دینک، یا اینکه ثبت قلبی فی دینک، پروردگارا قلب من را در دین خودت ثابت نگهدار، قدم های ما را در دین خودت ثابت نگهدار گویان دعا میکردند. خداوند با این همه پیامبر کردن محمد صلی الله علیه و سلم باز از گمراهی میترسیدن. پروردگارا انی اعوذ بک ان اضل او اضل، خدایا من به تو پناه میبرم که یکی گمراه شوم یا دیگران را گمراه کنم گویان این دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم. الله میگه حتی خواسته های شما تا من نخواهم شما چیزی را نمیخواهید، تا من نخواهم چیزی را انجام نمیدهید. پس یقین بدانید که شما اگر الله اجازه ندهد از دستتان هیچ چیز نمی آید. این الله کان علیما حکیما، الله علیم است از احوال شما، حکیم است به هر حکمی که بالای شما جاری میکند. یدخل من یشاء فی رحمتی، هر کسی را خواهد داخل رحمتش میکند، داخل هدایتش میکند. و الظالمین اعد لهم عذابا الیما، برای ظالمان باشد خداوند میگوید من عذاب دردناکی را آماده کردم. اینجا خواهران عزیز بعضا شیطان شما را وسوسه میکند که اگر کسی را خواهد الله هدایت کند پس هدایت یافتگان به خواست الله و گمراه شدگان به خواست الله است، آن انسان های گمراه هیچ گناه ندارند. این یک وسوسه است. الله برای کسی ظلم نمی کند. در علمش الله میداند که این انسان لایق هدایت نیست که به او هدایت نمی دهد. در علم غیبش الله میداند که کی لایق هدایت است و او را هدایت میکند. ولی باز هم شب و روز باید در دعا باشیم که پروردگارا لا تکلنا الی انفسنا طرفت اعیننا، خدایا ما را یک لحظه باشد هم به اندازه یک میژگان زدن باشد هم به حال خودمان رها نکن، که زمان الله من و شما را به حال خودمان رها کرد دیگر ما نه هدایت یافتگان خواهیم بود نه در دنیا از جمله آنهایی که قدم های ثابت دارند از آنها خواهیم بود. پروردگار و ما تشاءون الا ان یشاء الله، تا اینکه خداوند نخواهد هیچ چیز انجام نمی شود، تا اینکه خداوند نخواهد کسی چیزی را نمی خواهد. الها پروردگار همیشه من و شما را و تمام مؤمنان را در راهش ثابت بدارد و برای ما بندگی حقیقی یا گفتیم بندگی خالصانه کردن را برای خودش نصیب کند. خذ بناصیتنا الی طاعت گویان دعا کنیم که خدایا ما را از موی پیشانیمان کشاله کنان به اطاعت خودت ببر. اگر تو ما را هدایت نکردی دیگر کسی ما را هدایت کرده نمیتواند. الحمدلله خواهران عزیز به آخر رسید سوره انسان و الله نصیب کرده باشد خطا نکنم این بار سوره قیامت را هفته دیگر انشاءالله دوام میدهیم.